خب بچه‌ها خیلی سلام بچه‌ها. سلام. بشین. خب بچه‌ها ما امروز با 4 سوال نزد شما اومدیم. ما این 4 سوال در دستگاه می‌نویسیم. هر کسی که جواب گفت از جانب ما مکافات می‌گیرد. شما راضیه که مساعد کنید؟ بله. خب شما را توصیه می‌تیم با شرکت شفافرما داروهای گیاهی برای فربهی، خرابی، ریش، موی سر، پروستاتا، گمروی، گرده، معده، خنکی، نوری چشم، ایمونیتет و قوت کردن مردها، ورزشگران و برای تمام دردها تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه. اگر شما از نام ما یعنی صدای امید دارو خریداری نمایید، هجوما در شهر مسکو رایگان یعنی به مبلغ گرفته می شود. کی میخواهد که خود حاضر 500,000 دلار تیم بشه؟ شما خیزید. یعنی شما میخواهید که من خود حاضر 500,000 دلار به شما بدهم. خب برای عوضش قلبت رو میگیرم. روزی؟ نه. باشه. کی میخواهد که 1,000,000 دلار تیم بشه؟ خود فست. یعنی شما میخواهید که من خود حاضر 1,000,000 دلار به شما تیم. لیکن در عوضش چشمانت رو میگیرم. نمیخوام. کی راضی است که خودی حاضر 2,000,000 دلار تیم بشه؟ خدا خیز. خب یعنی شما راضی هستید که خودی حاضر من به شما 2,000,000 دلار تیم. لیکن به عوضش جانت رو میخواهم. نمیشود. میشه. کی میخواد که 3,000,000 دلار تیم بشه؟ خلاص. راضیه که من خودی حاضر 3,000,000 دلار بده تیم. بله. لیکن به عوضش سلامتیت را میگیرم و تا آخر عمر بیمار میمانی. راضی؟ نه. راضی نمیشوی؟ البته نه. خب شینید. یعنی هر 4 سوال جوابش نشد. شما درست قید کردید. هیچ آدم سالم صاحب عقل راضی نمی شود البته. یعنی از این دیده می شود که پول در کار است اما حیات در کارتر. خب پس چرا ما دومی پول می دویم؟ چرا پول ما را اداره کرده ایستاده است؟ وقتی که حیات برای ما اینقدر ارزشمند بوده. یعنی حیات، سلامتی جسم از زر هم قیمت بوده است. اگر ما در عافیت باشیم، پول، تمام آرزوها به سویمان با شتاب می آید. عمر درازی با تنصیحاتی، خاطر جمعی اگر همراه باشد، این نشان کمال نعمت است. بحر را کرانه، ملک را دوست و تنصیحاتی را بها نیست. اگر چیز بالاتر از زندگی باشد، پس آن سلامتی است. اگر چیز وزنینتر از مرگ باشد، پس آن بیماری است. اگر چیز مثل مرگ باشد، پس آن تنگدستی است. با زندگی چنان زندگی کنید که گویا ابدی در آن هستید. ارزش زندگی انسان در آن است که چگونه روزهایش را می‌گذراند. اگر با علم و اخلاق صرف کرد، آن گنجی است برای ابدیت. شما این وقت را غنیمت شمارید. چرا که حیات دوباره نیست. این روزهایی که شما گذرانده ایستاده
ما هم در همین روزها بودیم. ما پشیمان شدیم. چرا این روزها رو به منفیت خود نگذراندیم؟ زندگی را برای خودمان گذرانیم، نه برای دیگران. زندگی نیک همان است که انسان با اخلاق زیبا زندگی کند. یعنی بزرگ میگوید خداوند وقتی که عافیت را آفرید و از او پرسید از من چیزی بخواه، گفت من عافیت را میخواهم. من هم به همه شما زندگی خوب، عافیت، سرجمعی، برادری را خواهانستم. شما باید با همدیگر دوست و برادر باشید، مثل اکا و خواهرها. این وقت غنیمت است، زود میگذرد، به قدر همدیگر بد میرسید. الحال که ما میخواهیم که از سر جوان شویم، اما دیگر نمیشود که همین لحظه رو قدر کنید. خوانید، دانشگاه ها خوانید، نسل نورس تربیه کنید. امروزها همگی دیدیستیم در شبکه‌های اجتماعی که چقدر فسق و فسادها زیاد شده است. بعضا از کدام سبب است؟ از سبب بیسوادی است. سواد که نیست میخیزن در شبکه‌های اجتماعی یا که در دیگر جایها از فرهنگ بیگانه میارند و دشنام‌ها و مدنیت ما را پس میزنند. یعنی پول در کار است، حیات در کارتر. به قدر حیات زندگی باید رسید. بعضی انسان ها برای مبلغ شدن چه کارهایی نکرده ایستاده است، به چه جنایت‌های دست میزنند برای پول. بازم میگویم وقتی که ما تنصیحت باشیم، در عافیت باشیم، همان پول آرزوها خودش به سویمون میآید. فقط ما درست زندگی کردن رو بآموزیم. بازم در آخر گفتنی هستم از این برنامه. ما در این خلاصه آمدیم که حیات در کار است. به قدر حیات برسیم و حیات را قدر کنیم. خدا نگهدارتون باشد. خب به شما موفقیت. خوشحال باز بیا